من حق میدهم که دختران تاجیکستان اهل شیعه شوند، چون اهل سنت کمکاری کردند. بیسوادی قشر عظیمی از اهل سنت و علمایی که دعوت نمی کنند، رایگان درس نمی دهند، دلسوزانه به کودکان آموزش دینی نمی دهند، عاقبتش که بهتر از این نباید بشود. استاد، ما خودمان شیعه بودیم، شیعه بدی هم بودیم، اسمش را نمی آورم، ولی با این شبکه ها به سمت خدا و یکتاپرستی آمدیم. همون افکاری که فاطمیون مصر و مردم را فریب دادن، همین افکار هم میآید در این کشورهای اهل سنت، با همین تفکرها که ما بر حقیم و ما باید حکومت کنیم و ما باید در صدر بنشینیم. خب همچین دخترانی، همچین پسرانی باید فریب بخورن. چرا نباید فریب بخورن؟ اگر این کار به صورت آکادمیک مانندی که شما انجام دادید، که بسیاری از شیعیان ایران به سمت یکتاپرستی میروند. استاد، ما داریم در تهران میبینیم، در جای مختلف میبینیم که همه میگویند فقط خدا. پس چرا اینجا اومدن فقط خدا میگویند؟ چون شما کار کردید، زحمت کشیدید. اگر زحمت نمیکشیدید، اگر این شبکه‌ها هزینه نمیگذاشت، غیرت به خرج نمیداد، که باز هم ما 100 سال دیگر شبیه ما بدبخت و بیچاره بودیم، فلک زده بودیم، باید میرفتیم زنجیر میزدیم، باید بر سر خودمان میزدیم. به خدا قسم اگر این مردم تاجیکستان، این موحدی، این اهل سنت تاجیکستان قدم از همین لحظه بر ندارند، فردا نیایند، کودکان را ارشاد و راهنمایی نکنند، باز هم خرابتر از این خواهد شد، باز هم فلک زده تر از این خواهیم شد. ولی امید ما فقط این است که خداوند گفته خودش حافظ این کتاب است، خودش حافظ این دین است. و خیلی خوشحالم که مردم ایران موحد شدند. زنان ایرانی، نگذارید فرزندانتان با دستان شما به جهنم بروند. دوست دارید که فرزندانتان را به جهنم بفرستید، بیایید آنها را شیعه کنید، شیعه بمانید. میخواهید بروند بهشت، بیایید اینا را اهل سنت کنید. به خدا قسم، به خدا قسم، به خدا قسم، علی اهل سنت بود و پایش را میشست. با دست خودتان فرزندانتان را در آتش نیندازید که در روز قیامت فرزندانتان شما را لعنت میکنند. استاد، بیایید راهکارهایی انجام دهیم که در کل کشورهای فارسی زبان چگونه باید هدفمند، گروه NGO نفر به نفر بیاییم جهاد علمی کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.